ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. шумо гуфтори панҷумро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми дуюм. من شما را آدم گمان کرده بودم. نه، حیوان بودید. لااقل حرمتی نان و نمک نه. مردکی من یک نان ریزه یابد بی شما از گلویش نمی گذرد. شما با وی همین طور رفتار می کنید. عیب عیب عیب. ای حیف آدمیت. وی می خواست به حولی درون در آمده رود. از دری میانه دویده برآمده پیش راهش را گرفتم. می بخشید. عذر گفتم خندیده. این یک امتحان بود. این یک سنجش بود. نه، معلوم شد که شما زنی با وفا، زنی پاک دامن بوده اید. از بس که حلیم جان شما را تعریف کرد، از بس که به آزادی و فرنجی پرتایی هوس داشتنتان را گفت، من شبهه پیدا کردم و به خودم گفتم که یک سنجیده بینم. خدا به شکر که شما زنی مناسب و حقیقتاً به تعریف می ارزیدگی بودید. سنجش این خیل نمی شود، گفت وی از جهل نفر آمده. من از روزی اول می دانستم که شما به من نامحرم هستید. نگاه های شما حرامند. لیکن شوهرم را روی خاطر کردم. انا امروز معلوم شد. چی معلوم شد؟ گفتم من جدی شده. نخواد که من به خواهری خودم به زنی حلیم جان با چشم بد نگاه کنم. عیب است حلیم خان، عیب. مرا معذور دارید. از گناه هم گذرید و در این خصوص به حلیم جان لب نکشایید که هم مرا سرپست می کنید، هم حیات خودتان تلخ می شود. برای چی حیات من تلخ می شده است؟ چون که هر چی باشد هم حلیم جان از شما در گمان می شود. یگان قلق کردگی است که اکام خوش آمد زده است می گوید. بنابران خواهری عزیزم، این گپ در بین ما ماند. من در بدری یک دو روز از اینجا می روم. خاطر جمع باشید. مایلش گفت نهایت وی، من به حلیم جان گپ نمی زنم. لیکن شما هم دانسته مانید که من از شما می گفتگی زنها نیستم. این را گفت و به حولی درون رفت و شنیده شد که دروازه حولی درون را از قفایش زنجیر کرد. من به خانه برگشتم و به کار خود حیران ماندم. نغز نشد. لعنتی حلیمه به گپ نفر آمد. الهی به حلیم نگوید. پس چی باید کرد؟ فکر می کردم. شیطان می گفت که خیز کرده به حولی درون درآی و کاری این پاک دامن را کرده به مراد و مقصدت رسیده برا. کنی به کی داد می گفته باشد؟ لیکن رحمان می گفت که نغز نه. در خانه دوست چون تو محرم گشتی، دست و دل و دیده را نگه باید داشت. خودت مسافر شده آمدی، جایی می رفتگی نداری، پشت و پناه نداری. چی در کار که به ولی نعمت خود خیانت می کنی؟
بهتر که با یاری وی یگان کاری یابو از این خاندان دور شو. همینش نقص. من به مصلحت رحمان گوش کردم. شیطان را هی زدم و به خود گفتم که از اینجا می روم. چی؟ افسوس که همیشه کس به گپ رحمان گوش کرده شیطان را هی زده نمی تواند. ندانم گاه رحمان به خواب می ماند شیطان کار خودش را می کند. بعد که رحمان آمده سرزنش می کند بیفایده. خلص که پس از یک روز دیگر با مصلحت حلیم جان به یک قشلاق دور دستی کت قرغان رفتم که آقسخاری آنجا آشنا و قدردانی حلیم جان بوده است. حلیم جان خودش با من رفت. یک شب در خانه آقسقال مهمان شدیم. به تاری من دام الله امامی آن قشلاق کسل شده به شهر آمده بوده است. به جایش موقتاً صوفی امامتی می کرده است. آقسقال مرا به مسجد برده به قومها شناسانید. ملازاده بخارایی گفت. همه راضی شدند که من امامتی کنم. خودت می دانی که این خیل کارها را من دوست نمی دارم. لیکن آن وقت دیگر علاج نبود. امام قشلاق شده به یک حجره نیمزه استقامت کردم. نقص قرآن می خواندم. 5 وقت نماز ترک نبود و به علاوه هر بیگاه به قومها پند و نصیحت کرده از گور و آخرت حکایه ها گفته می دادم. من به آنها به من معقول شدیم. دیر نگذشته حلیم به دیدن من آمد و خبر آورد که بین امیر و حکومت ترکستان صلح شده است و راهی رفت و آمد گشاده گشته است. از این خبر شاد شدم و التماس کردم که اگر یگان کس به بخارا رود به حولی عبدالحفیظ مهمان شده او را با خودش گرفته بیارد. حلیم جان وعده داد و رفت. من انتظار شدم. در مسافرت و غریبی چی بودنی انتظاری را تو نمی دانی. شب می شود، روز می شود، چشمی من در راه. نمازی بامداد را خوانده شده گمان می کنم که چاشتگاه خبری می شود. نی. بعد فکر می کنم که شاید پس از نماز پیشین بیاید. باز نی. خیر می گویم بیگاهی پس از نماز عصر یا پس از نماز شام می آمدگیست. درک نمی شود. نماز خفتن را هم به اندک امید خوانده می شوم و تا دیرگاه در مسجد انتظاری می کشم. نهایت به بیت الاحزان خود می روم و با 100 ملال سر به باریشت می گذارم. گویند صبر کن که تو را صبر بردهد. آری دهد ولیک به عمری دیگر دهد. ما عمری خیش را به صبوری گذاشتیم. عمری دیگر بباید و تا صبر بردهد. این بود ورد زبانی من. نهایت از بخارا عبدالحفیظ آمد. از قدمی وی حجره تاریکم روشن گشت. جانم در آمدگی برین شد. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چی عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. میدانی قدر و قیمتی وطن در مسافرت معلوم می شده است. کس در آغوش نازی وطنش از لطف و احسانی وی بهره برده ایستاده درست نمی دانسته است که وی چی خوش خبر است که وطن دارد و در کنار آن مسعودانه زندگی به سر می برد. همه این را کس در غربت حس می کرده است. عبدالحفیظ خودش کی؟ به من چی می شود؟ اما من او را دیدم. گویا پدرم
دادری جانیم را دیده باشم، از لباسهایش بوی بخارا را شمیدنی می شدم. در سیمای وی سیمای بخارا، سیمای خویش و تبار و یار و دوستان خود را دیدنی می شدم. او را به پیشگاه خانه شناندم و پیشش دسترخوان گرفتم و از احوال بخارا پرسیدم. گفتم که گپ زن، همه واقعه ها را گوی، رست نکرده بی کم و کاست گوی. عبدالحفیظ گفته داد: پدرم وفات کردند، مادرم از بایسون به بخارا آمده اند. احوالشان بد بوده است، سختی می کشیدند. بی کسی و نادارمی آن کس را هم به بستری بیماری پرتافته است. امیر و ملاهای جاهل خونخوری و استبداد را دوچند کردند. جدید کشی در اوج بوده است. این خبرها را شنیده دلم خون شد، غضبم آمد، آتش گرفتم. به خدا گفتم اگر دست قدرت دهد چنان قصاص گیرم که عالم حیران ماند، چنان خون ریزم جلاد امیر به واهمه آید. من هنوز قوه و زوری و توانم را به مردم نشان ندادم. خلق نمی داند که من به چی کارها، به چی عملها اقتدار دارم. صبر کرده استید. به خدا 100,000 بار شکر که انا امروز به عرفه روز قصاص آمده رسیدم. نصیب باشد پگاه دست قدرتی من بلند می شود و شرایطی به وجود می آید که آسمانی مراد خود را ساخته در بین ستاره های درخشانی دست نشانم چون ماه، چون آفتاب سیر می کنم. دیگر پیش راهی مرا گرفتن نمی توانند. قصاص می گیرم، خون می خورم، جان می ستانم. نترس، تو بر اینها از نانریزه دسترخوانی من چیده به مرادتان می رسید. از پشت شاری کرمک آب خورده است. اگر من شمشیر زنم تو شمشیر بردار، اگر من عیش کنم تو دردخاری من می شوی. تلخ دور و دوران ما می رسد، می رسد، می رسد. خوش، گپ در بالای چی بود؟ عبدالحفیظ. عبدالحفیظ بسیار نایستاد. خدا رحمت کند الهی. 2 شب خواب کرد و رفت. از وی من دانستم که جدیدها در تاشکند، سمرقند، کرکی و چهارجوی بر این شهرها باز به حرکت آمدند. امیر باشد سربازانش را باز هم افزون تر کرده از افغانستان فیلهای جنگی، یراق و اسلحه و عسکر گرفته است. این خبرها باز به دل من آتش افروخت. باز همان مغل و غوغاها مرا به خودشان کشیدند، جلب کردند. باری آقسقال قشلاقمان به تاشکند رفتنی شد. من به واسطه وی به میرزا محی‌الدین و عبدالقادرینا خط نوشته جای استقامتم را معلوم کرده فرستادم. دیری نگذشته از آنها جواب آمد: تیاریمان زور، حکومت روسیه به ما یاری می رساند، لیکن شاگردان خودش را می فرستاند. لینین کی؟ گفته می پرسی. لینین بسیار آدمی کلان، آق پاشا را از تخت افتاندگی، کرینسکی را هم. حاضر در مسکو فرمان روا خودش. شاگردهای وی به همه کار استا و ماهر بودند. 2 نفر از همان شاگردهای لینین حالا در تاشکند بودند. میرزا محی‌الدین گفته است که بزودی با قوه کلان به بخارا می زنیم.
تو هوشیار و آماده باش، وقتش شود به تو خبر داده جیغ میزنیم. من هوشیار و آماده شدم. من حاضر بودم که در هر دقیقه شب و روز به هیچ تردد به راه برایم و خود را به مرکز کارزار رسانم، ولی هیچ خبری نشد. باز انتظاری، باز امید و ناامیدی عصبهای مرا به لرزه آوردند. باز به جانم رسید، باز دیوانه شدم. تنگدلی مرا دیده آقسقال به کلان شونده های قشلاق مصلحت کرده است و به نی و نیستانی من گوش ناکرده یک سیبه را به زنی گرفته دادند. داماد شدم. زن نگرفته آخر به یک سیبه قشلاقی صاحب شدم. همه آرزو و امیدهای خودم و پدر و مادرم برباد رفته بود. دیگر به آن شرایطی که خودم و پدر و مادری من گمان داشتیم زن گرفتنی من نمی شد. امید آن طرف استد که خودی پدر و مادر نبودند. بلی، در قشلاق دوردستی کتقرغان داماد شدم. در حولی کیلین تویچه‌ای کرده مرا گرفته بردند. بتگی چمیلیق در آمده بینم زنکی بد نی در مسافری می شود. زندار شده احوالم اندکی بهتر شد. عصبیت پستر شد، خیلی فرامد. شوهری اولی زنک پیشتر ایلنوکر بوده است. بعد از انقلاب میلیسه شده کار می کند، لیکن 3-4 ماه کار نکرده ناخواست کسل می شود و می مورد. زنش بی بچه بیوه می شود، خانه و جایش بی صاحب می ماند. من شوهری دویم شده که به خانهش در آمدم به وی خیلی معقول شدم. زنک به من صدقه و قربان بود. هر چی گویم می کرد، هر چیز می پرسیدم می داد. همه چیزهای شوهری اولش را به اختیار من داد. انا همین کلوچه، چالوار، انا همین تپانچه، کمر، همهش از آن همان مردکی میلیتسه است. تپانچه را از حکومت نونی و از حکومت پیشتره گرفته روست کرده مانده بوده است. در قشلاق این چیزها به من در کار نبودند. در آنجا خودی زنک به من تسلای خاطر بود. لیکن بعد ناخواست خط آمده ماند که در ماه اوگوست در آخرترهایش به بخارا هجوم سر می شود. البته به کاغان رسیده بیا. این خبر به من جان بخشید. روحم تازه شد. به خود قرار دادم که زود رفتن لازم. بنابراین به نزد آقسقال رفته بهانه کردم که در بخارا مادرم جان کنان بودند. یک رفته خبر نگیرم نمی شود. تا برگشتنی من خودی صوفی امامتی کردن می گیرد. آقسقال راضی شد. حتی یک مقدار پول جمع کرده داد. زنم برای راه آذوقه تیار کرد. 2 مرغ پخته داد، گوشت یخنی، نان، قند و بوسه های شیرین و آبی چشمی بسیاری. من گفتم که خفه نشم، از 20 روز دیر نمی مانم. بعد از این از تک، کلوچه، چالوار از بالایش جامه پوشیده میانم را بستم و از بالای آن یک ته پوشیده گرفتم. تپانچه را در کیسه تک در چالوار گذاشته پنهان کردم و به کوچه برآمدم. قومها مرا به عرابه بار کرده تا به شهری کتقرغان آورده رسانیدند. در شهر به هیچ جا نرفته راست به استانسیه برآمدم. میخواستم که پای سوار شده به کاغان بیایم، اما به تاری من پاییست گذشته رفته بوده است و دیگر تا پگاه هیچ یک پاییست نمی شده است. مجبور شدم و به حولی حلیمجان روانه شدم. هوا تاریک شده می آمد. در کوچه ها رونده ها کم مانده بودند.
درباره ناآمدی کاری خود خیال کنان به پیش دروازه حوری حلیم جان رسیدنم را ندانسته ماندم. دروازه از درون رست بود. تق تق زدم. اول هیچ کس و هیچ صدایی نبرآمد. بعد کسی به پس دروازه آمد و آوازی بیگانه پرسید: کیست؟ من گفتم: من آشنای حلیم جان، فلانی، در را کشایید. حلیم جان نیستند، گفت زنک. حلیم خان چی؟ پرسیدم. تابشان نی. افسوس، گفتم. خیر میلش کشایید، من امام فلان قشلاق قدردانی همین خاندان می شوم. می خواستم که خیر و معذور کرده به بخارا روم. پرسنده خاموش شده رفت و بعد آمده زنجیری دروازه را باز کرد. من صبر کردم تا که وی به حوری درون رفته در آمد. بعد دروازه را کشاده به حوری قدم ماندم و به تگی دروازه حوری درون رفته آواز برآوردم: حلیم خان، خواهرم، به شما چی شد؟ از روی صوفه حوری درون آواز خسته حالانه حلیم خان شنیده شد: درست شد که تب دارم، احوالم وزنین، دادرتان با کاری مکتب به قشلاق رفتگی. من قدرتی از جا خیستن ندارم. این کس همسایه امان به من نگاه و بین می کنند. الها خدا شفا دهد، گفتم. من به بخارا برگشتنی شده آمده بودم، لیکن دیر ماندیم. پاییز رفته مانده است. اکنون پگاه پیشین پاییز می شده است. خیر، گفتم، به حوری حلیم جان دادرم رفته شب را می گذرانم و پگاه خیر و خوش کرده به استانسیه می برایم. تاری پستی کرد و دادرم را ندیده ماندم. خیر، باکی نی. من خودم در همین جا دری خانه را کشاده خواب می کنم. خیر، من معذور، به حضور خواب کنید. مهمان خانه خودتان بودگی برین، تخت کرده ماندگی. نصیب باشد پگاه سرم سبک شود، نهاری پخته می دهم. اصلا پروا نکنید. من از قشلاق آمدم، آذوقه‌ام با خودم، لیکن خواهرم شما را یک خوانده ماندن لازم بود. دمو نفسی مرا در قشلاق بسیار تعریف می کردند. بیماری نبود که از دمو نفسی من صحت نشود. اول خدایو، لیکن بعد دمو نفس هم گپی کلان بوده است. آواره نشوید ملا پاچا، گفت زنک. تا پگاه سبک می شدگیم. نه، آواره چی؟ گفتم. حاضر یک طهارت کردن نماز شام را می خوانم و بعد در آمده کف و صوف کرده مانم. تو دیدی، من ندیدم می شود انشاءالله. حلیمه گپ نزد. من گمان کردم که سکوت علامتی ریزاست و زود آفتابه را گرفته طهارت کردم و نماز شام را خواندم. در وقتی نماز خوانده ایستادنم، پسری همسایه آمده مادرش را گرفته بود. این را هم من برای خود فالی نیک شماریدم. زود نماز را خوانده به آخر رسانیدم و بسم الله گفته به حوری درون در آمدم. حلیمه در حقیقت بروی حوری جای و جاگه کرده خوابیده بود. آهسته رفته در پیش جاگهش نشستم. شب چندان تاریک نبود. ماه شام خورده اکنون از پسی درختانی قطاری سفیدار که در پسی حوری بلند شده بودند برآمده می آمد. حلیمه با وجودی گرمی هوا به بالایش جای پوش گرفته خواب می کرد. موهای سیاهی درازش بروی بالیشت پریشان شده بودند. چشمانش نیم پوش، رویش تفس برآوردگی. در همین حالتی بیماری و خستگی باز هم دلبر، باز هم زیبا و ملائکه برین بود. بسم الله گفته دستش را که به پهلویش بیمدارانه افتاده بود گرفتم. یک باره هوشیار شد و کیست گفت و نالیده دستش را کشید. من در حال او را آسوده کردنی و به خواندن و
کوف و صوف سرکردنی بودم نشد. بلند بلند نالیده گپ زدن گرفت. روید روید، در کار نی، روید روید. من گمان کردم که این ناز و ادای زنانه است و بنابران دلیرتر شده دستش را گرفتم، به سری سینه‌اش خم شدم و خواستم که از رخسار گلگونش بوسه گیرم، ولی وی تلواسه کرده از جا خیستنی شد و حتی داد گفت. خواستم دهانش را پوشم که یک دستی پرزور از کتفم سخت داشته به قفا گرفته پرتافت. به پایانی صوفه افتاده رفتم، لیکن هیچ جایم ضرر ندید. با حول جان دویده از جا خیسته بینم حلیم جان هر ساس زنان می خواهد که خود را به بالای من پرتاید و نمی دانم چی می شد اگر من در سری وقت سنگی را که به دستم افتاده بود گرفته به سری دلی وی هوا نمی دادم. حلیم جان آوازی برآورد و افتاد. حلیمه ناله جان خراشی کرد. من زود دویده به حولی بیرون برآمدم. بینم اسب نابستگی در پیش دروازه خس خورده ایستاده است. به خدا شکر کردم و از لجامش گرفته بیرون برآوردم و هنوز از داد و فریاد کسی با خبر ناشده در کوچه خود را به بالای زین گرفتم و به راه کلان اسب را دواندم. دم نگرفته قریب 1 ساعت راندم و نهایت به یک چکلکزار رسیدم. اندک دم گرفتم و ماندم که اسب هم از کفک و عرق پاک شد. بعد باز به اسب سوار شده به راه کلان برآمدم و تالی نیک را تماشا کن که راهی کتقرغان و کرمینه بوده است. روز سفید شده بود که به خاک پاکی بخارا به سرحد ولایت کرمینه داخل شدم و به شکران نعمت اسب را به بطه بسته بروی ریگ دشت کرمینه نماز خواندم. در عین نماز خوانده ایستادنم 2 سرباز سرحدی امیر به سرم رسیده آمدند. من قصداً به آنها اهمیت نداده به نمازخوانی دوام کردن گرفتم. نماز می خواندم و فکر می کردم آیا چی کنم؟ آهسته تپانچه را از کیسه برآورده هر دو را کشته پرتایم، یا که یک بار جهیده به اسب سوار شوم و گریزم؟ نه، این هر دو کار هم نمی شود، چون که آوازی تپانچه را شنیده شریکانش می آیند، رایگان کشته می شود. گریختن هم نمی شود، از پسم رسیده دستگیر کردنشان ممکن، اسبم ناآزمود. من در این فکر و اندیشه ها بودم که یکی از سربازها دلتنگ شده گفت بیا رفتیم، مان نمازش را خواندن گیرد. نباشد اسبش را به گرو می بریم. اگر از اسب در کاری داشته باشد به قراولخانه آمده یک چیز داده اسبش را گرفته می رود. این مصلحتی نقص. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори панҷумро аз рӯи рамани 12 дарвозаи бухорои нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хоҷампул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.